سلام دارم خدمت همگی، امیدوارم که خوب و خوش و صحتمند باشیم به هر کجایی که هستیم. من فعلا به پاکستان و به اسلام آباد آمدم از یک خاطره، چون اینار دیدم و یک خاطره بیاد آمد. جلوتر از اینکه خاطره خود تعریف کنم برای شما یک واقعیت رو بگم. مردم پاکستان خیلی مردم خوبه، یعنی هر چی تعریف کنم بازم کمه، ولی دولت از اینا خیلی دولت بده. من به پاکستان بودم به تقریبا 4 سال پیش بود. به لاهور بودم، شاید همون دوستایی که خدمه بودن همون لازم ویدیو رو ببینن. به لاهور بودم، پلیس پاکستان پلیس من استاد کرد. من بودم 1-2 نفر دیگه. من فقط همین کلمه اچر یاد داشتم. اچر هم به اردو خوب میشد. تو من گفتم باشه که خدا از اینا گپ زنم، فقط گفتم طریقی تیر کنم که اونا فکر کنم من میفهمم گپ از اینا. و شما به هیچ عنوان کار نکنید. پلیس برای من میگفت مواد مخدر مثلا تریاک داری، شیشه داری، این موادار هم میگه برای من میگفت داری. من میگفتم اچھا، نمیفهمیدم که چی میگه دیگه. خلاصه میته بود تا که دستبند به دستم بسته کرد که من ماسک ببرم. خلاصه تو برای از پول دادم، یک جنجالا برام درست شد. به خاطر چی؟ به خاطر هم یک کلمه اچھا. گفتم باشه این خاطره رو به شما در میان بگذارم و از مردم پاکستان بگم که خیلی یک مردم خوبه هم، ولی پلیس از این اصلا به درد نمیخوره. گفتم بیام برای شما یک خاطره بگم دیگه. ان شاء الله که همیشه موفق و سربلند باشین و اوقات خوشی داشته باشین. هر کس هم که از پاکستان یک خاطره داره میشه به کامنت داره ما بگه. بخیر باشین.